یکم ایول سال 2024 تقریبا ساعت 16:30 راننده автомашین تمغه مرسدس زاکیروف ایلهام جان سال تولدش 1987 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیوت نواباد شهر ایسار پیادهگرد نعمتوف اعظم سال تولدش 1959 ساکن شهر ایسار را که گرفتار بیماری روحی بود پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد نعمتوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مردان 29 و 31 ساله ساکنان شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شدند. گمان برشوندگان 7 آگوست سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن شهر بختر در اومده از او یک عدد автомашین تمغه BMW رو به مبلغ $34,000 امریکایی گرفته وعده دادند که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگردانند، اما نامبردگان автомашین مذکور را فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نمودند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.